سلام علیکم. درود، بهتر بگیم که درود. خیلی خوش اومدید. بهتر بگم به اولین ویدیو من. یه ویدیو گرفتیم، متاسفانه نشد آپلودش کنیم، خیلی از مشکلات داشت که حالا تو روند پروسه گذاشتن ویدیو شرایط هموار نبود که ما ویدیو اولو بذاریم. بهتر بگم که شاید امروز روز خوبی باشه. امروز 19 خرداد 1403 و تقریبا چیزی نمونده تا لیست شدن همستر. بهتر بگم که همونطور که شاید از بک‌گراند ویدیو هم که دیده باشید، فرق همستر و نات کوین خوبه بده چطوره؟ Let's go yo guys. چطوری؟ امیرلیزی هستم در خدمت همتون. روز که دارید همتون تق 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 میزنید تو این گوشته. بدی های همستر در این سمت رو باید بگیم و بعد نات کوین رو با هم بگیم. بعد از اونها مزایاش رو میگیم که ببینیم آیا ارزش داره نداره. خب اول از همه بگم اولین معایبش، اولین عیبش اینه که کسی پشتوانه همستر و نات کوین نیست و نخواهد بود. حالا شاید بگین که مثل نمیدونم اومد مثل بیت کوین شاید اومد یهو اوج گرفت. خیلی از ویدیوها رو دیدم که اگر با بزرگی مثلا 1 میلیون نات کوین یا مثلا چیزا نگه داشتن نصف لس آنجلس برای ما بود و اینا، کاری به این حرفا ندارم. واقعیتش رو بگم الان توی رمزارزها، توی نرخ ارز بهتر بگیم، همستر نات کوین مثل پول خودمونه، مثل پول ریال مونه و حالا اون بیت کوینه مثل دلار مونه. چرا؟ دلار شاید بگم همه دارن با دلار کار میکنن. چیزی نیست که بگیم مثلا ما دلار کار نکنیم اون دلار کار کنه. نه، کل دنیا امروز داره توی 3 تا مخصوصا دوتای بیشتر یعنی دلار و یورو معامله میشه و امروز داریم میبینیم بیشتری دارن دلار، یورو، پوند، حالا و بعضی هم دارن پولهای مثلا مثل عربستان، مثل امارات و خیلی دیگه میخرن. بهتر بگم که آره واقعا این همستری که ما داریم بازی میکنیم ارزشی واقعا چیزی نداره که بگیم اوکی اگر مثلا به یه جایی رسیدیم بعدش اوکی آقا مثلا هستن توی نرخ ارزها میتونیم ما مثلا معامله کنیم. نه اینطوری نیست واقعا. الان که من داشتم نات کوین رو میدیدم قیمتش واقعا عجیب شد و به کمتر از 2 سنت رسید. یه چیز بسیار بد دارم میبینم. توی یه روز گذشتهش نزدیک 6.5% افت داشته، ولی خب مثلا توی موقعی که لیست شد مثلا عقب‌ترش قیمت رفت بالا و اینی که میگم مثل دلار میمونه یعنی این. واقعا مثل دلار میمونه یعنی این دلار شاید بیاد پایین توی مملکت ما مثلا، چون حالا کاری به اون بحث اقتصاد و اینا نداریم چون نمیخوام واردش بشم چون در حوزه من نیست. واقعیتش رو بخوام بگیم از تحلیل دلار میتونیم بگیم اوکی این هفته نخری هفته بعدی شاید بیاد پایین. چرا؟ چون مثلا هفته بعدی آمریکا یه کار دیگه میکنه، نمیدونم ایران یه کار دیگه میکنه، چین یه کار دیگه میکنه و این حالا میتونه بالا پایین شدن به قول معروف دلار رو ثابت کنه. ولی همستر نات کوین اصلا. چرا؟ چون نه آمریکا ازش حمایت میکنه، نه خود چین ازش حمایت میکنه، روسیه و هیچ کشوری از این دوتا حمایت نکرده جز به قول معروف سوشال مدیایی که دست خودمون هست. و متاسفانه مردم ایران یا بهتر بگم بیشتر مردم جهان عقلشون به چشمشونه و حالا نمیگن دو تا 4 تا کن که خوبه بده. اول از همه که گفتم واقعا کسی پشتوانه اینها نیست که مثلا سقوط نکنه، ماندگار باشه. نات کوین از یادها رفت، همستر هم از یادها میره و تو میمونی و کلی حالا به قول معروف خودمونی بگیم آره دیگه. اول از همه بگم که تو داری گوشی تو خراب میکنی واقعا
همین که تاچ میکنی صفحه گوشی هم بالاخره تا یه حدی میتونه اون تاچ ها رو اوکی باشی باش و بیش از حدش داری به گوشیت آسیب میزنی و نمیتونی